ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه خبر داد که یک جوان 18 ساله را با اتهام به فروش برآوردن مقدار مخصوصا بزرگ پیراتکنیک دستگیر کردند. در اطلاع مرکز مطبوعات میلیشیای پایتخت تاجیکستان گفته می شود که در نتیجه راه اندازی نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیای شهر دوشنبه، شهروند فرادوف بلال سال تولدش 2003 استقامت کننده شهر بوستان ولایت سوخت با گمان معاملات غیر قانونی موادهای پیراتکنیکی دستگیر کرده شد. از او به مقدار مخصوصا کلان 120,000 دانه مواد پیراتکنیکی مصادره گردید. فرادوف بلال دانشجوی سال اول دانشگاه صاحبکاری و خدمت بوده است. به ضد او بر اساس ماده 199 علاوه 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی گشودند. بر اساس قسم دوم ماده 109 علاوه 1 به فرادوف بلال همچون جزا جریمه به اندازه از 200 تا 500 نشان دهنده برای حسابها یا محروم ساختن از آزادی به مهلت از 1 تا 2 سال تهدید میکند. در همین حال مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نشر نوبتی برنامه اخبار وزارت کارهای داخلی خبر داد که همین طور از ساکن کولوب سمندر دمینوف سال تولدش 1995 مقامات میلیشیا 232,200 دانه مواد گوناگون پیراتکنیکی مصادره کردند. همچنین از یک نابالغ در شهر بوستان 24,000 دانه و از یک نابالغ دیگر در ترسانزاده 3,500 دانه مواد پیراتکنیکی مصادره کردند. در تاجیکستان واردات، خرید و فروش و استحصال و پهن نمودن مواد پیراتکنیکی یا خلپوشکا منع کرده شده است. مقامات میگویند صدای بلند گوشخراش خلپوشکا آرامی شهروندان و فضای ایدانه را در روزهای تجلیل سال نو خللدار کرده به سلامتی شهروندان که گرفتار بیماری‌های چون دیابت قند یا بیماری‌های قلبند خطر ایجاد میکند و همین طور میتوانند سبب حادثه‌های ناخوش چون سوختار یا آسیب به شهروندان بر اثر ترکیدن مواد پیراتکنیکی شود.